هر جا مسئولین ما کم میارن یا دچار مشکل میشن، از معنویات خرج میکنن، میگن نه بعد سوگند خوردید شما. به چه قیمت سوگند خوردید؟ با توجه به این چند ساله اخیر که اتفاقاتی که در کادر درمان افتاده، مشکلاتی که برای کادر درمان اتفاق افتاده، من فکر میکنم موجب شده که یک ناامیدی مطلق، یک بحران اجتماعی در کادر درمان اتفاق بیفته. دومینوی خودکشی اعضای کادر درمان در شهرهای مختلف ایران همچنان به طرز نگران کننده‌ای ادامه داره. از پزشکان و پرستاران تا رزیدنت ها، از تهران و رباط‌کریم تا کرمانشاه و لرستان. در یکی از جدیدترین موارد تیر ماه گذشته رزیدنت بیمارستانی در یزد دست به خودکشی زد و جان باخت. طبق آمارهای رسمی مربوط به بهمن ماه سال 1402 در سالهای گذشته آمار خودکشی در جامعه پزشکی ایران 3 تا 5 برابر افزایش پیدا کرده. تنها ظرف یک سال 16 رزیدنت بر اثر خودکشی جان باختند. با رزیدنت برخورد در واقع نظامیوار میشه و این نهادینه شده متاسفانه در سیستم آموزش پزشکی کشور. بر اساس مطالعه‌ای در تهران بیش از 90% یک جامعه رزیدنتی 204 نفره دچار فرسودگی شغلی بودند و به خودکشی فکر می‌کردند و حدود 35% از دستیاران پزشکی در تهران افکاری مرتبط با خودکشی دارند. زمانی که در یک جامعه‌ای نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش پیدا می‌کنه، میتونه تمام اون گروه‌ها رو شامل بشه و سلامت روان یک گروه اجتماعی رو به خطر بندازه. برای من درده که استاد من فوق تخصص کمیابی که حالا سالها تدریس کرده الان حقوق بازنشستگیش کفاف نده و بیاد بشینه سر کلاس که ژلوبوتاکس تجزیه ژلوبوتاکس یاد بگیره. فشارهای کاری و روانی با شیفت‌های طولانی، اختلال خواب، قراردادهای کوتاه مدت، برخوردهای نچندان محترمانه از سوی مدیران و مراجعه کنندگان و فقدان امنیت شغلی و حقوق پایین به رغم مسئولیت‌های فراوان از جمله عواملی هستند که رسانه‌ها در ایران از اونها به عنوان مهمترین دلایل افزایش آمار خودکشی در جامعه پزشکی ایران یاد می‌کنند. ما داریم تا حتی با شهرهای بزرگ و دانشگاه‌های مادر مثل دانشگاه پزشکی تهران، مثل دانشگاه شهید بهشتی، مثل دانشگاه مشهد، شیراز، اصفهان که حتی تا 72 ساعت کشی که پیاپی پزشک یا رزیدنت داشته. بسیاری از اعضای کادر درمان برای تامین حداقل هزینه‌های زندگیشون ناچارن در 2 بیمارستان کار کنن، چرا که مثلا رزیدنت ها با حقوق 1 ماهشون حتی قادر به پرداخت کرایه خونه در شهرهای بزرگ نیستن. قراردادهای موسوم به 89 روزه هم از جمله مهمترین مشکلات پرستارانه، قراردادهایی که عمدتاً در پی کمبود نیرو در مراکز درمانی در زمان شیوع کرونا باب شد. قراردادهایی با کمترین حقوق و مزایا همراه با امنیت شکننده و ناایمن. ما در چند سال گذشته با یک بحران اجتماعی با نام کرونا روبرو بودیم. خب که کادر درمان نه تنها در خط مقدم بلکه زمانهای بسیار زیادی رو با افراد بیمار میگذروندن. خب این برای اونها یک بحران اجتماعی و خانوادگی بود. تصور میشد که بعد از بحران کرونا این کادر بتونن خدمات ویژه‌ای دریافت بکنن، ولی متاسفانه نه تنها این خدمات رو دریافت نکردن بلکه به دلیل کمبود نیرو در این گروه باید در ساعات طولانی، در شیفت‌های پی در پی و در زمان‌های طولانی تری رو در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و یا در مرکز درمانی قرار می‌گرفتن. سطحی از زندگی تحت فشار و استرس با شرایط اقتصادی نامطلوب که منجر به مهاجرت هزاران عضو کادر درمان از ایران شده و این روند همچنان ادامه داره. متاسفانه ما در این چند سال اخیر نه تنها با مسئله خودکشی کادر درمان روبرو هستیم بلکه با مهاجرت بسیار بالای کادر درمان هم روبرو هستیم. این دو پدیده قطعاً میتونه نیروی انسانی یک اجتماع رو دچار اختلال و مشکل بکنه و میتونه متاسفانه چرخه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو نیز درگیر نابسامانی‌های بیشتری
بکنه. مجموعه شرایطی که طبق گزارش‌ها به شیوع گسترده و بی‌سابقه افسردگی در میان جامعه پزشکی ایران انجامیده، وضعیتی که در میان زنان عضو کادر درمان بیشتر و نگران کننده تره، طوری که آمار خودکشی در میان پزشکان مرد 40% و در پزشکان زن 130% نسبت به جمعیت عمومی افزایش یافته. پزشکان قول دارن که مطابق سوگند پزشکیشون خدمت کنن ولی نه رایگان خدمت کنن. مثل هر شغلی هستش، راه درآمدشون اینه. هر جا مسئولین ما کم میارن یا دچار مشکل میشن، از معنویات خرج میکنن، میگن نه بعد سوگند خوردید شما. به چه قیمتی سوگند خوردید؟ به گفته بسیاری از کارشناسان مستقل، آمار خودکشی در میان اعضای کادر درمان بسیار بیشتر از آمارهای رسمی و مواردی است که رسانه‌ای میشن. رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران اسفند ماه سال 1402 گفت وزارت بهداشت آمار دقیق‌تر و بیشتری از خودکشی رزیدنت‌ها در ایران داره، اما این آمار رو محرمانه میدونن و اعلام نمی‌کنن. وضعیت خودکشی اعضای کادر درمان در ایران مدت هاست که به سطح هشدار و حتی بحران رسیده، آماری که در برخی مواقع حتی به هر 10 روز یک خودکشی هم رسیده، مثل 50 روز نخست سال 1403. همچون بسیاری از مشکلات و بحران‌های ریز و درشت در زمینه‌های مختلف، اما رویکرد مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی تغییری نکرده. ابتدا انکار و سپس توجیه، دستکاری در آمار و محرمانه نامیدنش، خاک پاشیدن در چشم حقیقت.